بلوغ داره زودرس میشه، بچه 8 ساله بالغ شده، دختر دوم ابتدایی بالغ شده، ولی نمیتونه ازدواج بکنه بلوغ زودرس مگر بعد از 35 سال. این بلوغ زودرس فضای مجازی، غذاهای شیمیایی، مواد شیمیایی که به میوه و به همه چیز ما غذای ما داره تزریق میشه، بلوغ زودرس، این شبکه‌های ماهواره‌ای، بی‌پروایی پدر و مادر، بلوغ زودرس تو دخترها و پسرامون داره ایجاد میکنه. بچه 8 ساله معذرت میخوام 9 ساله کلاس دوم ابتدایی سوم ابتدایی بالغ شده. بلوغ زودرس 20 سال فاصله تا ازدواج، 25 سال. چه باید بکشه؟ پدر وقتی سرش رو بالش میذاره خوابش میره، همین سرش رو نمیذاشته خروپوپش بلند شد. این سن بهش میگن سن کوفتگی و خستگی، عرب بهش میگه سن المراهقه. سن نیست که بچه های ما خسته میشن، کوفته میشن، وقتی سر رو بالش میذارن تازه بیدار میشن. ولی پدر و مادر خوابه. کدومی که از ما ساعت 2 شب بلند شدیم ببینیم دست پسرمون کجاست؟